سلام علیکم، چطورین آقا؟ همونطور که می‌بینید تو آفتاب دارم کور میشم ولی هوا خیلی سرده، نمیدونم چطوری، ولی اومدم ولاگ براتون بگیرم. همونطور که فهمیدین راجع به پوسته، یکم میخوام این دور و بر بهتون نشون بدم. سلام، چطورین؟ برای این مدت خیلی طولانی دوستم بیام براتون ویدیو بگیرم. میدونم خیلی دوست دارین که راجع به مهاجرت هم اول صحبت بکنم، ولی یه سری اطلاعات و چیزایی هست که اگه بخوام راجع به مهاجرتم صحبت بکنم اونا رو ندارم و چون که ندارم نمیتونم درست راهنماییتون بکنم. یعنی فقط مسیر مهاجرت خودم باید بگم که خب فقط خودم زیاد در جریانش نیستم، همه چی رو متهمت واسم رفتم دادیم دست وکیل و دیگه اون کاراشو کرد. اما چیزایی که راجعش اطلاعات دارم و میدونم میتونم درست راجع به صحبت کنم یا حداقل راجع به تجربه من صدق میکنه اونا رو براتون میگم. تصمیم گرفتم که امروز راجع به پوستم با تو صحبت کنم که همونطور که میبینین حالا پوستم خیلی و خفن و مثل این سلبریتی ها اونجوری براق نیست، ولی خب از یه پوست خیلی بد پرجوش، پوست خیلی حساس که به سختی اصلا میشه فهمید چه روتینه بهش میخوره، با چه محصولاتی اوکیه، به همه چیز ریاکشن نشون میداد. هر کاری که میکردم در راستش، یعنی هر راه حلی که به همه جواب داده بود، در حقیقت باعث میشد که پوست من بدتر بشه. مسیرشو که رسیدم به اینجا بهتون بگم. میدونم من خیلی هاتون درگیرش هستین، چون پوست چیزی که خیلی مهمه، خیلی تو چشمه، خیلی میتونه اعتماد به نفس آدمو بگیره، هم توی ارتباطش با بقیه، هم توی اعتماد به نفس داشتن که خودتون دوست داشته باشین خیلی تاثیر داره. چون خودم تمام اینا رو تجربه کردم، برای همین دوست دارم که توی موضوعای اینجوری مثلا سلف لاو اینا خیلی بتونم بهتون کمک کنم، چون من خودم تو همین خیلی درگیرش بودم. بعد تمام تلاشمو میکنم که قبل اینکه هوا سردتر از این بشه و بینیم بگیره و صدام عوض بشه براتون توضیحاتشو بدم. الان انقدر سرده یکی از دستام مجبورم بکنم تو جیبم، نمیدونم چرا امروز انتخاب کردم بیام پارک، ولی ترجیحم اینه که ویدیو رو خیلی دلی، خیلی واقعی، هر جوری که به ذهنم میرسه براتون توضیح بدم که قضیه چجوری بود. داستان از اونجا شروع شد که راهنمایی بودم، پوستم اوکی بود، هنوز جوشینا نزده بودم، جای زخم و اینا رو بدنم زیاد بود چون بچگی که بودم خیلی شیطون بودم و خیلی میخوردم زمین، تصادف کردم، نمیدونم از یه دوچرخه افتادم، اتوبوس بهم زد، ماشین بهم زد، دوچرخه حتی زیرم کرد. یعنی یه اتفاقی برام افتاده بود که تکش یه زخمایی روی بدنم داشت که هر کدوم میپرسیدن قشنگ داستان بزرگ پشت سرش بود و من از اول اصلا با اینا اوکی نبودم. یعنی یه ذره معذبم میکرد وقتی مردم پرسیدن مثلا اینجا چی شده. چون پوستم اوکی بود و تنها مشکلی که داشتم جای زخمام بود. بعد از اون یه سال عید دیدیم مامانا مثلا شروع میکنن خونه تکونی و این چیزا، همه چیزو میریزن بیرون، تمیز میکنن، دوباره همه چیزا همونجوری میچینن یا مثلا دکور خونه رو عوض میکنن. مامان من اون هم خیلی یهو نمیدونم چرا گیر داد به من که من دارم میرم آرایشگاه دم عیدی، مثلا مامان نکنم فلان کنم، تو هم بریم تغییر بکن. حالا من مثلا موقع زیاد تو فاز این چیزا نبودم، یعنی اصلا زیاد نمیفهمیدم راجع به این که دختر باید مثلا به خودش برسه، ناز و ملوس باشه، پوستش اینجوری بکنه، ناخنش اینجوری بکنه. اصلا هیچ تو این فازا نبودم، اصلا نمیفهمیدم. من بچه بودم واقعا هنوز. من باهاش رفتم، به نظرم آرایشگاه رفتن همیشه خیلی فان بود، چون همیشه من اون آدمی بودم که دنبال یکی میره. سلامم کم بود دیگه، هیچ وقت مثلا برای خودم نوبت نگرفته بودم برم آرایشگاه کاری بکنم. اونجا مثلا یه سری خانمایی اومده بودن صورتشون رو وکس کنن، من می‌دیدم چقدر درد داره. یه سری اومده بودن صورتشون رو بند بندازن، اون از همه بیشتر درد داشت، چون قشنگ رد قرمزی و بعد از هر بار که نخ می‌خورد به پوستشون می‌دیدم. یه ذره ترسیده بودم حقیقتش. بعد مامانم گفتش که بیا بشین تو هم یه دستی به سرارت بکشه، یه ذره پوستت حال کنه، مثلا کمی به خودت برسی، مثلا این چیزا. نمیدونم حالا دقیقاً مکالمه‌مون یادم نمیاد، ولی یه جوری انگار مامانم منو قانع کرد. من زیاد نمی‌خواستم، ولی یادمه که مامانم خیلی اصرار کرد منو قانع کرد. اتفاقی که افتاد این بودش که من رفتم نشستم، پوستم خیلی حساس بود. خانومه اولین نخ روی پوست من زد، همونو یه ردیف جوش زد، ادامه داد و کل صورت منو بند انداخت. من کل عید اون سالو شبیه توت فرنگی شده بودم با یه ماسک تا اینجام، نشسته بودم تو خونه، هیچ جا نمی رفتم، اعتماد به نفسم اصلا
یه جور عجیب افتاد پایین که همه از من پرسیدن پوست چی شد یهو. من اینجوریه که خب من رفتم آرایشگاه نمیدونستم پوستم حساسه یا حساسیت دارم یا اون نخی که استفاده کرد مثلا الکلی نبود، ضد عفونیش نکرد یا نمیدونم دردش چی بود. از اونجا به بعد مشکلم با پوستم شروع شد. کم کم دماغم داره قرمز میشه، هوا سرده. از اونجا مشکلم شروع شد و یه ما دکتری نبود که نریم. فیشال تو ایران هم بهش میگن فیشال، نمیدونم پاکسازی پوست. جایی نبود، کلینیکی نبود که من نرم. شوینده صورت، کرم، پماد، چیزی نبود من مصرف نکنم. داروهای گیاهی، مثلا یه عرقایی هست، عرق نعنا و نمیدونم چی و این چیزا. من مام بزرگم خیلی اصرار داشت که ما بریم پیش یکی از این کسایی که مثلا کار پوستی میکنه، مثلا طب سوزنی و این چیزا. طرف مثلا کارش اینجوری بود. رفتیم اونجا. حالا براتون تعریف کنم یارو چه جوری بود که ما بهش اعتماد کردیم. یه پیرمرده بگم 60 اندی ساله، موهای مشکی پر، یعنی نگاش می‌کردی اصلا نه انگار که طرف 60 سالشه. ما اینجوری بودیم که خب طرف اگه خودش تو این فیلد مبحث خیلی مثلا خفنه که تونسته خودش رو انقدر سرپا نگه داره، حتما به آدمای دیگه میتونه کمک کنه دیگه. بعد پسرش هم مثلا 30 ساله، اونم موهای پر، اونم موهای مشکی پر، یه دونه موی سفید نداشتن، پوست خوب، سر پا. ما اینجوری بودیم که آقا این طرف یه چیزی میدونه دیگه، این طرف وقتی خودش سالمه یا حداقل سالم به نظر میرسه، تو نمیتونی یعنی منطقی به ذهن نمیرسه که از کارش ایراد بگیری. گذشت و ما رفتیم پیش اون یه سری عرق و نمیدونم کرم دستساز و از این چرت و پرتا بهم داد. اصلا هیچ کاری نکرد، یعنی هیچ کاری. اولا که خیلی بوی بدی میداد، یعنی من اصلا دوست نداشتم واقعا کرمش استفاده کنم، خیلی چیز بد، اصلا یادم میاد حالم بد میشه. بعد الکلی هم داده بود که اصلا نمیدونم الکل بود چی بود. من اونو گفته بود داروخونه بگیریم، من اونو مثلا میذارم به پوستم اون جاهایی که مثلا جوش جدید زده بود که مثلا الکل جوش رو خوش کنه. خلاصه که من جواب نداد. گذشت این چیزایی که دارم بهتون میگم، گذشت و جواب نداد و اینا. سالهای ببخشید اصلا من دارم مسیر اشتباه میدم. از اردبیل اومدم. من سالهای سال پاکسازی پوست رفتم، هرستانی شده بودم. حالا این وسط دماغم هم باد کرده بود. جونم واسط بگه خواهر. اصلا یعنی واقعا دوست داشتم خودم اون زمان. poop. تمام فکر و ذکرم شده بود این پوسته و این دماغه دیگه، یعنی اصلا خیلی تو مخم بود. مامان بزرگ من داییم فکر کنم، مطمئن نیستم، یکیشون برگشت من گفت که یه دکتری هست قدیمیه، خیلی کارش خوبه، هر کی پیش این رفته راضی بوده، تو هم بیا برو امتحان کن. منم گفتم آقا برم دیگه ما که اصلا من همه شدیم دیگه، بذار بریم اینم امتحانش کنیم. رفتم اونجا، مطب نوبت که نمیداد، یعنی اگه می‌خواستی آنلاین نوبت بگیری از الان برای 3 ماه دیگه نوبت میداد. میتونستی بری اونجا مثلا از صبح تا شب بشینی، شاید بین مریضاش یکی نیاد یا کنسل کنه یا دیر بیاد یا هر چی، مثلا بین اونا بتونه تو رو بفرسته بری. من از همینجا اصلا اسم و فامیلش هم حتی یادم نمیاد، واقعا فامیلش یادم نمیاد، نمیخوام اشتباه بگم، یادم نمیاد واقعا. سر 4 راه قصر اصفهان مجتمعی هست که همه دکترن و روبروش اگه عوض نکرده باشن الان کلا اون خیابون مثلا چیزای الکتریک فروشی و یخچال و تلویزیون این چیزاست. این یه دونه مجتمعی که سر 4 راهه، اون کلا همه مثلا انگار مطب دکتره. دکتر پوستی هست اونجا، یه آقاییه که سنش هم بالاست، اون آقا رو پیدا کنین. من واقعا از همینجا بگم دست و پای شما رو من میبوسم واقعا که مشکل منو فهمیدی و به من کمک کردی. معمولا وقتی شما تمام چیزا رو امتحان میکنین، این وسط یه پرانتز باز کنم، تمام چیزایی که امتحان میکنین، مثلا اگه پاکسازی پوسته، اگر پماده، اگر الکله، اینا که برای دختر پسر یکیه، یعنی رو الکل ننوشته فقط مخصوص بانوان. اونا رو که شما مصرف میکنی هیچ. یه سری علت هایی هست که به خاطر اونا شما جوش میزنی، مثلا پریود، مثلا بلوغ، مثلا استرس. این علت ها بستگی به جنسیت و سبک زندگی و خانواده و ژنتیک و این چیزا خیلی داره. و یه چیزی میگم، کلا پوست و مو خیلی به ژنتیک ربط داره، یعنی بیشتر اینا که میبینیم پوست و موشون خیلی خوبه زیاد کار خاصی نکردن، فقط صرفا ژنتیک خیلی خوبه. خیلی درصد کمی استثنایی ان که مثلا یه مکمل کامل از مولتی ویتامین و دکتر رفتن و قرصای خفن و مثلا مزوتراپی و اینا دارن و تمام اونا باعث شده که حالا طرف الان یه پوست و موی خیلی خفن داشته باشه. من زیاد ندیدم.
میگم حتی اینجا تو خود آمریکا دارن توی دنیایی از منابع برای پوست، برای مو، برای تکنولوژی زندگی میکنن. همینجا برگردم یکم کندم گم میشم. نگاه میکنی زنای میان سالی که توی ایران هستن خیلی اوضاعشون بهتره و خیلی خوشگل‌تر و جوان‌تر و روپاترن تا اینه که اینجا. زندگی‌ها تو ایران طبقه مرفه داریم و غیر مرفه داریم، دوباره خورد و خوراک و ژنتیک و فلان خیلی تاثیر میذاره. شما تصور بکنی یه زن نرمال 60 ساله که توی ایرانه با یه زن نرمال 60 ساله که اینجاست، دو تاشون هم طبقه متوسط، نه مرفه باشن. اینجاست اصلا موهاش ریخته، دندوناش خرابه، اصلا نگاه میکنی نمیتونه راه بره، اصلا هیچ چیزی که از استایل و تیپ و اینا اصلا نمیفهمن. کم، خیلی کم. یعنی اون 1% که میفهمن، اون درصدی ان که خانوادگی اوضاع اجتماعیشون خوبه، شرایط اینو داشتن که برن تحقیق کنن، بگردن و منابع خوب پیدا کنن. اون 1% اونها مثلا تقریبا. باز استثنا هم داره. از بحث دور نشیم. خلاص دست و پای این آقا رو من میبوسم. ما رفتیم اونجا، من توضیح دادم که آقا من تمام این راه‌ها رو رفتم، 5-6 سال الان دست من به پوست من بنده و هیچ تأثیری هم نداشته، هیچ فرقی هم نکرده، انگار دارم درجا میزنم. کاش که خب شما وقتی همه کاری رو تجربه میکنی، الانم تقریبا از سن بلوغ دیگه داری در میای و هنوز که هنوز جوشای فعال داری، جای جوش داری و هر کاری میکنی تاثیر نمیگیره، اولا به خاطر اینه که چند سال خیلی تهاجمی با پوستت برخورد کردی، هر ماه فیشال، هر ماه مزوتراپی، هر ماه لایه برداری، هر ماه کرمای فلان، به این پوست اجازه ندادی که خودش نفس بکشه، خودش ترمیم کنه. و دیدم واقعا داره راست میگه. من ماهی نبود که مثلا پاکسازی پوستم فراموش نشه، ماهی نبود که کرمامو وقتی تموم میشه سر موقع نگیرم، تونر بزن، با میسلار آرشتو پاک کن، تا میرسی بلا فاصله مثلا روتین پوستیتو شروع کن. شبی نبود که من با مثلا آرش بخوابم. اصلا خیلی مراقبت میکردم، جواب نمیداد. گفتش که خب من شک کردم که احتمالاً مال هورموناته که به هم ریخته و این مشکلات هورمونی معمولاً باعث نمیشه که شما جوشهای فعال داشته باشی. no matter what یعنی فرقی نمیکنه به چه دلیلی، به هر حال هست. من رفتم آزمایش دادم، جواب آزمایشم براش بردم، تایید کرد که مشکل هورمونی بوده. سری قرص برای من تجویز کرد که من الان اسم اون قرصا رو بهتون میگم، ولی این قرص فوق العاده قرص قویه. بدون مشورت پزشک و بدون نسخه استفاده نکنید لطفا. یه سگ دیدم فکر کردم کایوته، یعنی راست سکته کردم. اسم این قرص هست راکوتان که من یک دوره 3 ماهه مصرف کردم از این. من روزی 1 دونه میخوردم احتمالاً. من اون دوزی که میخوردم خیلی دوز بالایی بود، مثلا ماهی 1 بار آزمایش میدادم که ببینم روی کبدم تاثیر گذاشته نه. این قرص انقدر میگم قرص قویه که باید با آب خیلی زیاد مصرفش کنی، چک بشین زیر نظر پزشک. بعد از این 3 ماه من پوستم خوب شد و به من گفتش که اون اضافه قرصایی که داری و نگه دار، هر وقتی که پوست دوباره داره جوش میزنه، یعنی یه دونه جوش فعال دیدی، یه دونه‌شو بخور. اینجوری نبود که دیگه مداوم مثلا هر روز یا هر هفته یه دونه مثلا بخوام بخورم. گذشته من واقعا همین کارو میکردم، هر وقت جوش فعال مثلا میدیدم روی صورتم یا روی بدنم یه دونه‌شو واقعا میخوردم و بعدش توی طول درمان که لبتون خیلی خشک و پوست میشه، چقدرم آب بخورین، هر چقدرم بالم لب بزنین، کرم بزنین، این خشکی برطرف نمیشه. پس معمولا اگه مثلا یکی ببینید تو خیابون خیلی پوستش خشکه، شاید داره مثلا یه تریتمنت خیلی قوی برداشته، یا اگر شما مثلا دارین قرص مصرف میکنین و یه همچین نشونهایی دارین طبیعیه. این از این گذشت. 17 سالم بود، یادم نمیاد. من انگار مثلا 12-13 سالگی دیگه درگیر این داستان بودم. دکتر رو من 17 سالگی مثلا که پیدا کردم. قبل اینکه بینیمو عمل بکنم مشکلم با پوستم حل شد، کش پوستم خوب شد. بعد بینیمو که عمل کردم دوباره هورمونام به هم ریخت، دوباره شروع کردم جوش زدن، بعد دوباره مجبور شدم از اون قرص بخورم. این بار یه بازه زمانی کوتاه‌تر، دوز سبک‌تر، همچنان آب خیلی زیاد. بهتون بگم که مثلا روتین پوستی میخواین برای خودتون بچینین، روتین پوستتون بعد اینجوری باشه. اگر پوست نرمال دارین، پوستتون نرماله، شوینده‌های مربوط پوست خودتون رو میگیرین. اگر پوستتون چربه، معمولا شوینده و اینجور چیزای مربوط پوست نرمال بگیرید. چون وقتی شما شوینده مربوط به پوست خودتون میگیرین، وقتی پوستتون چربه، اون تمام تلاش رو میکنه که هر چه چربی اضافه است پاک کنه و پوست شما بعد از یه مدتی خشک میشه. باید حالا اون خشکی رو از طریق آبرسان و کرم و موئسچرایزر و اینا مثلا برطرف کنین، یا اینکه کلا شوینده‌تون رو ملایم بگیرین. از اون طرف با تونر سعی کنین که چربی پوستتون رو کنترل کنین، یعنی حواستون باشه پوستتون داره برق میزنه زود پاکش کنین، تونر بزنین، مرطوب کننده بزنین، آبرسان بزنین، حواستون به پوستتون یه مدت بعد باشه، یعنی خیلی بعدش وقت بذارین. غیر از اون پوست سرم دقیقاً همینطوره. اگه پوستتون خشکی میزنه، اون شامپویی که دارین میزنین اصلا خیلی شامپوی قویه. شامپوی ملایم‌تر، شامپویی که
اصلا خودش حالا آب برنج و مثلا این چیزاست یا روغن تراپی کنید. خیلی جواب میده. من پوستم راستی روغن تراپی میکردم، یعنی قبل از که برم حمام روغن می‌ذارم به پوستم ماساژ میدادم. اگر می‌خواستم شیپ کنم پوستمو مثلا با اون روغن شیپ میکردم. حتما مرد کننده می‌زنم بعد از حمام. بعد من گفتم این پشت مشتاق بهتون نشون بدم چه جوریه. این اون مسئله است که من از توش رفتم. بچه‌ها اینو بهتون میگم اگر درگیر پوستتون هستین، اگر پوست خوبی ندارین، اگر موی خوبی ندارین، اینا همش قابل درمانه یا حداقل خیلی 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 زیاد میشه بهترش کرد. صبور باشین، از دکتر مشورت بگیرین. سعی کنید معمولا مثلا از نسخه های خود پیچیده استفاده نکنین. از هر کسی هر چیزی میشنوین امتحانش نکنین. دیگه همین دیگه.